ما 6 قاعده داریم برای توحید ربوبیت. اگر این 6 قاعده را تا عادی بگویم، شاید اگر از هر کس پرسان کنم زود یاد نگیره. و یکی از طریقه های استادی ما هست که او را دیگه استادا یاد ندارن شکر، اویی است که ما بسیاری وقتا کس به زبان عادی یاد نمیگیره، باز به زبان گنگا یادش میتون به طریق اشاره، باز تو قسم خوب زود یاد میگیرن. قاعده پنجم چی است؟ که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. صحیح نه؟ افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. يا نفس إن لم تظفري الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان خواهرای محترم ببخشین که چیز نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه گذشته بحث ما روی ازی بود که هم الحمدلله میفهمن که توحید به 3 بخش تقسیم میشه، که توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات بود. در توحید ربوبیت ایره هم دوستا خواندن در درسای قبلی هم که رب العالمین که ما شما در قرآن عظیم شان میخونیم که الحمد لله رب العالمین. رب العالمین ذاتی هست که خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، زنده کننده، میراننده. در از این ما 6 قاعده داشتیم، شاید دوستا قاعدهش یاد داشته باشن. خب بازم کسای نو هستن. در توحید ربوبیت 6 قاعده هست. او را ما بسیاری وقتا که دوستا میخواستن باز میفتیم کل کتاب این تو بگید در صنف میگفتیم، شما را نمیگم در صنف. باز چی است دیگه میفتیم که اگر کس میخواد آسان یاد بگیره، چرا می استادی که است علم نیست، هنر است. تو هر کس نمیتونه استاد شوه. بسیاری کسا استاد میشن، تو نامش موضوع رو میگه فلانی استاد است. ما در پانتون هم تو میگفتیم چرا بعضیا استاد هستن، بعضیا در مصنف استاد میباشن. شیردل میایه و پردل پس میره، شاگرد از او چیز استفاده نمیکنه. اما استاد کسی است که حداقل همون معلوماتی که داره او را برای شاگردای خود به شکل درست رسانده بتونه. و یکی از طریقه های استادی ما هست که او را دیگه استادا یاد ندارن شکر، اویی است که ما بسیاری وقتا کس به زبان عادی یاد نمیگیره، باز به زبان گنگا یادش میتون به طریق اشاره، باز تو قسم خوب زود یاد میگیرن. مثلا ما 6 قاعده داریم برای توحید ربوبیت. اگر این 6 قاعده را تا عادی بگویم، شاید اگر از هر کس پرسان کنم زود یاد نگیره، لکن اگر به این سیستم که من برش میگم او را بازم 1 دقیقه یاد میگیره. مثلا با کل که خود میگیم افعال خالق متعال را بشناسیم، طرف آسمان، یعنی افعال خالق متعال بشناسیم، قاعده اول. قاعده دوم افعال مخلوق بشناسیم. پس اول خالق شد، دوم کی شد؟ اول باید چی رو بشناسیم؟ افعال خالقه. دومش افعال کی رو بشناسیم؟ افعال مخلوقه. سوم قاعده ای است که افعال خالقه به مخلوق نسبت ندهیم. و چهارمش افعال مخلوقه به خالق نسبت ندهیم. یاد گرفتین 4 قاعده را؟ اولش افعال خالق را بشناسیم، دوم افعال مخلوقه بشناسیم، سوم افعال خالقه به مخلوق نسبت ندهیم، اما افعال مخلوقه از به خالق نسبت ندهیم. 2 تا شناختن از 2 تاش نسبت دادن. در درس همیشه می کلمه کایش که یاد بگیری شناختن، 2 تاش شناختن. افعال خالق بشناسیم، افعال مخلوق بشناسیم. 2 تا دیگهش نسبت دادن است. افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم، افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم.
و قاعده پنجم چی است که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. درست نه؟ افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. و ششمی قاعدهش بازی است که افعال خالق و مخلوق با هم تشبیه و تمثیل نکنیم. اینال بصدها آیت قرآن خلاصش دینمی هست و اکثرا شرک در ربوبیت از این نفهمیدن 6 قاعده هست. اگر یک کس بفهمه که قاعده اول چی بود؟ افعال خالق. اینال افعال خالق در قرآن عظیم الشان بسیار زیاد ذکر شده. مثلا خلق کننده کی است؟ الله. اینمی قدره که یک انسان مسلمان بفهمه بزرگ کس فریب داده نمیتونه، نه بود پرست فریب دادیش میتونه، نه قبر پرست. حالا اکثر فریب که میتونه اینمی نقطه هست. وقتی که امیر فهمیدی که خلق کننده کی هست؟ الله متعال میگه الله خالق کل شیء. تمام مخلوقات کی خلق کرده؟ باز پس فکرتان باشه که قرآن عظیم الشان یک آیت قرآن آیت دیگه قرآن تفسیر میکنه. مثلا در قسمت ما و شما الله متعال میگه بر یکی یهب لمن یشاء اناثا. الله خالق است، بر یکی دختر میده. یک نفر میبینی برش میگه چند تا دختر داری؟ میگه 6 تا دختر دارم، 7 تا دختر دارم، 9 تا دختر دارم. بچه؟ میگه ندارم. الله متعال میگه اینمی قدرت نه هست. یهب لمن یشاء اناثا، بر یک کس دختر میده، کلش دختر است. و یهب لمن یشاء الذکور، بر یک کس دیگه کلش بچه میده. یک نفر ببینید چند تا بچه داریم؟ 12 تا بچه میده. چشمم کور شد که یک دخترکم پیدا کنم، اما ندارم. قدرت الله هست. یعنی الله خلقت خود برای مخلوقات خود چی میکنه؟ بیان میکنه. و باز میگه و برای بعضی دیگه اردویش میده. بعضی کسا را پرسان کنی میگه 3 تا دختر دارم، 3 تا بچه دارم، 4 تا دختر دارم، یا 2 تا بچه دارم، 4 تا دختر دارم. اردویش برش میده. و یجعل من یشاء عقیما. یکی دیگه را ببینی که هیچ اولاد ندارن. خب وقتی که ما را اولاد الله میده سیز نه؟ بعضی کسا در نیمی مشرک میشه، کافر میشه. در روز آخرت 5 وقت نماز هم میخونه، 15 دفعه حج هم رفته، 35 دفعه هم عمره رفته. چرا؟ کفر میگه. مثلا من مثال شو براتون میگم. یک نفر خانم خودم بگه که اگر این دفعه خانه دختر شد من تو را چی میتونم؟ طلاق میدیم. این جمله چی معنیش است؟ که یعنی خلق کننده تو هستی دیگه. تو میتونی که بچه بیاری، برای من بچه نمیاری. اینیم با اینمی کلمه خود چی شد؟ در روز قیامت که ابو جهل ملائکه میبرش میگه آقای صاحب خوب هستی؟ جان جور هست. خیلی جوری بخیر ساده خدا. تا څه ویلو خپل خزه ته ولا خزه ته ویلو چې دا وری دور راوړې ها طلاق یې خای تاسو لطف وکړئ د ابو جهل سره با یک کلمه آدم کافر میشه. بعضی کسای دیگه باز چی میگن؟ میگم نام دختر چیست؟ میگه نام دختر ما ماندیم بس بیبی. العیاذ بالله سر الله امر میکنه که بس از دیگه دختر. کفر است نیست. الله برش دختر میته بگه الحمدلله. این میگه نه بس بس است. دلونم دید صدا وای بسیده بسوگای میگه نمیگن استکن استا. پس با این کلمات خود این صفت ربوبیت الله را بر کی داد؟ بر خانم خود داد. وقتی که او بت پرست از بگوان پرسان میگن که یک بگوان ای بت بر من دختر بده، میگی کافر است. تو که باز خانم تو میگی که دختر دیگر اگه آوردی طلاقت میکنم، تو مسلمان هستی؟ چه عقیده خطرناک است.
از این خاطر در روز آخرت بسیار کسا را ببینی که در روز قیامت متوجه هستی؟ این بسیار سخت است. در روز قیامت بخیزه با تمام اعمال عبادات خود چی شود؟ در جمله مشرکین داخل شد. اونموز ذاتی را که ما افعالش را گفتیم باید بشناسیم، اونموز ذاتی که خلق کننده هست، اونموز ذات حفظ کننده هست. اونموز ذات حفظ کننده هست. امی اولاد مرا کی نگاه میکنه؟ الله حفظش میکنه. یعقوب علیه السلام چی بود عقیدش؟ گفت بچیم کسی است؟ در قسمت بچیش که گفت زن گفت فالله خیر حافظه و هو ارحم الراحمین. حفظ کنندهش الله هست. دی چه قسم انسان در شرک داخل میشه؟ بعضی کسا فعل حفظ کردن الله را به یک موره میتن. موره را که الله شریک میکنه. این موره که چرا در گردنش شکت انداختی؟ میگه اید از بلا حفظ میکنه. رفت مردکه یکان تا کتمه که باشه باز من رفتی که این مورگک رفتی. رسول الله صلی میگه من علق تمیمتا فقط اشرک. بعضی کسا فعل حفظ کردن الله را به موره میده، بعضی دیگهش به چی میده؟ به یک چوبک میده در گردنش تو خدا ویزان میکنه. بعضی به صدف میده، میگه این حفظش میکنه. ربوبیت خمیز که فعل خالق بشناسی. فعل خالق بر کی میده؟ به یک موره. موره را که الله شریک میکنه. سنگ شریک میکنه، اسپند شریک میکنه. میگه اسپند کو که دوکانت اسپند امروز نگاه کنه، از بالا نگاهش کنه. بسیاری کسا باز گپ والا چی است؟ یگان تا کتشان که بشینیم استاد محترم یک قصه برات بکنم. باز من خود قصه بگم. بعضی میگه قصه ما گوش میگیریم. کابل که هست فلان شخص نگاه میکنه. تشکر. رفتی قاری زد. رفتی. اگه به می عقیده رفتی. با مان خدا. متوجه هستیم؟ قصدی را فلانی نفر نگاه میکنن. قندار را فلانی نفر تقسیم کردن. خب در حالی که الله متعال میگه که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. آسمان زمین کی نگاه میکنه؟ و اگر الله بخواد که نیست نابودش کنه، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، پدر کس هم میره تغییر دادن نمیتونه. الله یک دفعه قیامت میره تکت تک میکنه کلش. امین نظام شمسی را، امین سیستم کلش برای تکت تک میکنه و چشمای کلگی پای نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین کلشان ایران مانده و هیچ چیز کردن نمیتونه. حتی کلگی میره پیش آدم علیه السلام در روز قیامت. آدم علیه السلام تو خود پدر ماست، پیش نوح علیه السلام تو خود پیغمبر بسیار بزرگ هستی، چی حال است، وضعیت است؟ حداقل می ترازو گذاشته شو، میگه نفسی بری پیش لطفا برای چنین من دغن جان خلاص. آسمان حفظ میکنه، زمین حفظ میکنه. بعضی کسا در قسمت شرک اکثر از چی پیدا میشه؟ از افراد در شخصیت ها. زیزه سبا که ما ببرم در قبر 15 نفر میاده که باز یک تارک اویزان کرده، یکی گاز اویزان میکنه. همین لوتی خدا شرمنده. اگر من میتونستم چیز کار کنم اول زان پس جهان، چرا خودم از زنده نگاه نمیکردم؟ بر دو بچه بودم، چرا بر خود نه؟ پس افعال خالق باید بشناسیم. چه قسم شناختیم؟ خلق کننده کی است؟ الله. ای باید 100%. نه خانم مده ای دخل داره؟ فهمیدی؟ نه ما دخل دارم، نه چیز کردم میتونم، نه ملائکه چیز کردم میتونن، نه پیغمبر. حال پیغمبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم الله برش همین قسم کرده بود که پیغمبر تو بچه جوان نداشته باشی. داشت؟ نمیخواست؟ حالا هر کس میخواد که 10 تا بچه جوان داشته باشه؟ ها؟
خوب هم تو قوی در وقت مشکلات و در وقتی که حمله میکنه در مقابلش استادش کنه. اما طفل رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل چشمایش فوت میکنه و برش میگه که و انا لفراقک یا ابراهیم لمحزون. بچه‌کش ابراهیم نام داره، به ایشون چشمایش فوت میکنه. پیغمبر گریه میکنه. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونه بچه خود از مرگ نگاه کنه یا بر خود بچه بده. باز یه چی میگه؟ نه والا سید فلانی شخص که از این دندان جور میکنه، دکتر دندان بوده در زندگی خود یا بعد از مرگ خود رفته دکترا ده دندان گرفتن. سگ عقیده خرافاتی اینا لگه مردم برش بگویی که باز بعض مردم به خیر خودم نمیفهمه. اگه برش بگویی که اینی کار کس این تو رو در دوزخ میپرته، اگر سعی کنین بعض انسانات میگه گمراه میشه که حتی از حیوانات هم کده حیوان شعور داره. تصور کنین یک حیوان در تندور افتاده باشه، درست است نه؟ مثلا یک حیوان در یک چقوری افتاد، خودت میخوای که نجاتش بتینی و اون خود کم کم کش میکنه که حداقل از اون چقوری برای. اما این نفر در دوزخ میره، تو برش میگی در دوزخ میری نکو این کاره، او میگه نه من میرم. برو بخیر بیری، تو که خوش هستی. الله متعال بر انسان قرآن داده، صحیح نه؟ قرآن بر ما شما نازل کرده، رسول الله صلی الله علیه و نازل کرد که قرآن تفسیر بکنه. ما را بر شما مثل مزدورا ساخت که میای مکان از خانه خود تا به اینجا، صحیح نه؟ از پیشتان چیزی نمیخواهیم، اون براتون درس میدیم. ما هم بر شما پیسه میدیم. بازیگان که چی میگن؟ هر کس درس استاد ظاهر بشینه، استاد دایی که درس هر کس بشینه، در آخرش باز $100 میده. بگم تو گفتم خیر ببینید سب شیطان چه قسم مردم ها وسوسه میکنه. $100 در یک درس. پیسه رو از کجا میگیری؟ از یهود و نصارا. والا اگر یهود و نصارا بعد درس عقیده اقا پیسه بده، من میگم یا الله یا یهود و نصارا رو هدایت کن. چقدر خوب مردم است. در مقابل درس $100 میده شاگرداش. میگه شاگردای ازی او خب بیچاره خودش که درس میتونه 4 تا شاگرد داره، 3 تاش دنداندار، 2 تاش هم در موبایل مصروف است. شما اگه پیسه نمیتین این چه رقم شاگرد پیشتان می نه کل شد. الحمدلله الله وقتی که بنده های خدا که میخواد هدایت بکنه، این جوانا رو شما سرشان 700 چینل کار میکنن، لکن 700 چینل وسو میکنه میده درس دین بشینه. هیچ نه در زندان یک دانه انگلیس بود نه، یگان دفعه میامد you are changing our چطوره که من گفتم خاله تمام روز شما کار کردم میگن که مردم از چنج کنین، در 100 دانه فیلم تو چنج نمیشه، در یک گپ من چنج میشه. معلوم میشه که یک فیلم من از 100 فیلم تو کردن. لکسر به خاطر ازی که هر کسی که حق خوش داشته باشه او رو الله هدایت میکنه. او کار ما نیست. الله به پیغمبر صلی الله علیه و چی میگه؟ انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. رسول الله صلی الله علیه و یک نفر بسیار خوش داشت در زندگی خود، یک نفر بسیار بدش میامد در کافرها. یکیش که بسیار خوش داشت که میخواست که کاش کی مسلمان شه و بسیار علاقمندش بود، ابو طالب بود. خیر از کار کجا بود. حالا چی فایده ازی چی است؟ همین گل کگم سویت نداره اینجا؟ حالا مشنوین دیگه، این نفر آخر مشنوه گپ من خلاص دیگه چی فایده است؟ بالا خیلی بالا دیگه نه. خب برین چی میگن؟ این تو نزدیکک میگه تو چیش؟ چالش. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داشت کی مسلمان شه؟ چرا که ابو طالب به رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب قومی، بعضی کسا به حساب قومی و به حساب از اینکه بچه کاکای مسیح یا بیادرزاده مسیح فلانی مسیح فلانی است زیاد خدمت میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشت. کاش که میگفت همه که خدمتی کرده کاش کی مسلمان شه.
حتی میرفت داخلی لحظه خیر از کاکا جان بگو لا اله الا الله یک دفعه بگو که من دمو آخرت چی کنم. چرا پیغمبر نمیتونه با کافر شفاعت کنه؟ فهمیدین؟ شفاعت هم که هست او الله برش میگه که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر تو را من عزت میکنم، لکن تو اینی مردم را میتونی شفاعت کنی که مسلمان است. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کسایی که ایمان دارن اعمال صالحه کردن دعوت به حق و صبر میکنن، لکن از پیشش یگان غلطی میشه، نماز یادش میره یا گناه برش برابر میشه. کل ما و شما اشتباهات خود داریم. این حال وقتی که اونجا چیز شد، مثلا یک نفر 3 روز دوزخ میره، یک نفر 5 روز دوزخ میره، اونو را الله متعال نمیخواد که می 3 روز یا 5 روز یا 10 روز یا 20 روز یا 1 ماه یا 2 ماه یک بنده من به خاطر بعض اشتباهاتی کرده در دوزخ بره، بیاد خو جنتی است. عزت میته پیغمبر بر از حق شفاعت میته، میگه فلان فلان نفر اینی مردم ما را میتونی که چی کنی شفاعت کنی. اما او کافرای کلان خطرناک پیغمبر جرأت کرده نمیتونه کره شفاعت بکنه. خب حالا اصل موضوع ما چیز نشه، خلق کننده کی هست؟ الله هست. اینو باید 100%. برای ما بچه کی میته؟ برای کل ما و شما اولاد کی میته؟ دختر کی میته؟ پسر کی میته؟ اردوش کی میته؟ اگر هیچ نداد کی نمیته؟ پس از کی گله کنیم؟ از هیچ کس. مخلوق هیچ چیز کرده نمیته. افعال خالق بشناسه. اگر عقیدت خراب بود، صفت فعل خلق کردن الله را به یک مخلوق دادی، الله که روز 50,000 رکعت نفل هم بخوانی بازم دوزخی استی. متوجه؟ عقیدت جور کو، 2 رکعت نماز بخوان. فهمیدی؟ 2 رکعت نماز بخوان با عقیده جور، این ترازوی اعمال گذاشته میشه. او کسی که عقیدهش خراب باشه الله متعال میگه در روز قیامت فلا نقوم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا برای ترازو گذاشته نمیشه. اعمالش هیچ فایده نداره دیگه. متوجه هستی؟ بس که یک نفر 4 سال پانتون خوانده لکن کانکور نداده، اما تو رفته قرار دستن شیشته یگان تا را واسطه کرده، سمستر اول سمستر دو 6 7 سمستر خوانده، یک وقت که میره کوکی نمبر کانکور دکتر ما کانکور نرفتم، میگه والا صاحب بر توی شادنامه نیست. خیلی میبینی که خدا زحمت کشیده نه، اما شادنامه تو را داده. اساس باید اول پخته کنی، بعد از اون این کار. اساس دین چی است؟ عقیده است. امی کافرام از انسانای با عقیده میترسن. و کسایی که عقیده نداره رو خواستای که در یک دانه تبله که شروع کرد میگه خدا ماکم میگه که مرا برداشت. در پیسه خود بیخی فرار میکنه، در یک امتیاز خود بیخی دین خودم میفروشه. اما آدم با عقیده کس او رو نمیتونه که تغییر بده. پس انسان مسلمان وقتی که افعال خالق میشناسیم، خلق کردن فعل الله هست، حفظ کننده کی هست؟ الله هست. رزاق روزی دهنده کی هست؟ الله هست. یرزق من یشاء بغیر حساب. تو الله رزاق از برای ما نشان میده. تو نشان میده مثلا یک نفر سعی کنی که بسیار آدم ساده، حتی ایران میبینی خدا می نان چاش خودم داره یا نداره، میگه نه بابا صاحب تجارت داره، کلان تجارت است. یگان تا رو که خوب پروفسور کل دنیاست، بنان شب خود احتیاج است. الله متعال کل چیز به یک نفر نمیده، خب برای یکی علم میده، برای یکی پیسه میده، هر نعمت برای یکی صحت میده، برای یکی قوت میده، کل چیز برای یک انسان نمیده. کل چیز برای یک انسان نمیده. بسیاری کسا هست مثلا یک نفر بسیار کم پیسه داره، لکن دمی کم پیسه خود اینقدر به نفع اسلام کار کرده که در روز قیامت ببینی که بسیار برش صدقای جاریش هم دوام داره است. یک نفر دیگه بسیار پیسه دار است، الله متعال برش همین توفیق نداده که 1 روپیه خدا به خاطر دین اسلام چی کنه؟ بس روزی دهنده الله هست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق ما در کجا نوشته شده؟ در آسمان است. هر قدر که
از رفت قلم هیچ دگرگون نشود و از خوردن غم به جز دیگر خون نشود. گر در همه عمر خیش خونابه خوری، یک ذره از آن چه هست افزون نشود. اگر خودت تکام کن آدم، اونمو چیزی که برات رزق روزیت نوشته شده است اونمو رو میخوری. اما روزی که مثلا گفت امروز اینمی روزی یک نمیجه بند، تو میخوای لقمه رو بگیری، نفر میگن خوردن نمیتونی، بخی حرکت کن. و این ما با چشم خود دیدیم. اما رزقی که برات است، اگر نه که رزقت نبود خلاص دیگه. خب پس خلق کننده الله هست، روزی دهنده الله هست. اینمی خالقی که مرا اولاد داد، اینمی خالق رزق اولاد ما میده. حالا شما بسیاری وقتا سعی کنید یک نفر بسیاری مجرد رو سعی کنید بیچاره دنان و چاشت خودی احتیاج است کال چطور کنم کجا بخورم. اما وقتی که ازدواج میکردم جیب خود سعی پیسر کشیده میره، این شیر چوشک اشتو کنم، این بچه شیرک فلانیشم، این بچه قطیگه که سیریلاکش فلان کنم. تو خود الله متعال اونمو اولاده که میره، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، رزق شما برش میده. شفا دهنده کی هست؟ آل بسیاری مردم افغانستان یک وقت ما میدیم بسیاری کسا کفر گفتن میره فعل رزق دادن. کلان آدم شیشه چی میگه؟ والا استاد اگر امی امریکا بره از افغانستان باز بسیار وضعیت خراب میشه، اقتصاد خراب میشه، زندگی خراب میشه، شاید ما شما بسیاری کسا از گشنگی بمرن. این رضا خودگیری گشتانده بود. این شرک در رزق میگن. شرک در چی است؟ خوب نماز میکنن، خوب روزه میگیرن، لکن در رزق دیدیم یک کلمه خود در چی داخل کرد؟ در فعل رزق دادن الله مخلوق داخل کرد. دیگه از افعال الله چی است؟ شفا دادن است. سعی کنید ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا، پدر پیغمبر است، اولوالعزم است، بچه هایشان پیغمبر است، نواسهشان پیغمبر است، کواسهشان پیغمبر است، حتی آخرین پیغمبرها هم از نسل کی است؟ الله متعال بر ما میگه سعی کنید این پیغمبر با این مقامات ام نبی هست، ام ولی هست، ولی الله هست، نبی الله هست، پیغمبر الله هست. با تمام افعال خودش چی میگه؟ خودش میگه و اذا مرضت فهو یشفی. من که پیغمبر هستم، پیغمبر اولوالعزم هستم، پدر پیغمبرها هستم، وقتی که مریض شوم کی مرا شفا میده؟ الله شفا میده. اولی یک کسی از شما پرسان میکنه، یک کافر میگه از پیش پرسان میکنه، میگه چرا در قرآن عظیم شان الله متعال سخن ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین. این به خاطر هستی است که مسلمان ها عقیده داشته باشند که حتی ابراهیم علیه السلام نمیتونست کسی را شفا بده. خودش میگه که من خودم که مریض شدم مرا کی شفا میده؟ الله شفا میده. ولی بسیاری کسا قرآن میخونه، باز میگه والا صاحب در رمضان 6 دفعه قرآن شریف ختم کردم، در فلانی دفعه 20 دفعه ختم کردم، باز میره شفا دهنده مخلوق میگردانه. در هر منطقه که بری اینی دندان شفا میده، اینی مشم بینی را شفا میده، اینی مشم دلدردی را شفا میده، اینی سبیان شفا میده، اینی مشم چطورکایی را شفا میده. کلش فعل شفا دادن الله را به کی نسبت میدن؟ ما تو خواندیم که افعال الله را بشناسیم، افعال مخلوق را بشناسیم، افعال الله را به مخلوق نسبت ندیم. اگر دادیم شریک ساختیم، این مخلوق ده، این فعل الله. این شرک در شفا میگن. شرک در چی؟ در شفا دادن، در فعل شفا دادن الله شرک کردن. یک وقت ما در یک جای بودیم، یک جای بسیار خوب بود، همسایه استاد چی بود یه همسایه بوده، هیچ خبر ندارم، میگه یک همسایه بده تا آدم خراب است، 4 با همسایه‌اش بده، یک روز پرسان نامدم اتاقم بشین یک دو دقیقه پرسانی کنه. خب خیر است. حساب کردیم 70 قسم شاگردا که ما 6 بودن، 70 قسم شرک است در دست فعل رزق دادن الله مخلوق شریک ساخته. در فعل شفا دادن الله مخلوق شریک میکنه نمیکنه؟
حالا اگه نمیگه به مردم بفهمن کل مشکلش حل میشه. لکن این میگه شیطان نمیمانه که چی شود؟ این مخلوق نمیمانه که چی شود؟ یعنی توحید صحیح شیطان میگه نه گپ نزن. نه والا استاد چی هستم؟ شما خو وهابی هستین؟ من گفتم شما بی وهاب هستین؟ من گفتم میگم تا بگر با کم میگیرم در میام اکشر که دیگه 71 قسمش جور میکنم. خب وهاب نام الله هست. هر بنده الله باید چی باشه؟ وهابی باشه، رحمانی باشه، رحیمی باشه. کل ما هستیم دیگه. ها؟ آن میگه نه من خود هستم ما وهابی تو بی وهاب. باز روز قیامت باز نگویی که یهب لمن یشاء. خب وهاب یکی از اسماء و صفات الله هست. به این اعتبار کل ما باید چی باشه؟ کل ما باشه وهابی. چون وهاب الله هست و ما بنده اونم ذات وهاب هست. لکن شیطان سعی چه خوب در یک کلمه گپ چی کردیشه؟ و کلمه هم خراب کلمه نیست، ده خوب کلمه. اول بسرم جوانم از میترسه. چرا تو میکنی؟ والا گفتش که باش من کس وهابی نه. خب خوب است که بگید وهابی. چقدر انگلیس خطرناک است. میدیا بسیار خطرناک است. میدیا میگه تو یاد دارم میگه میدیا یکی از قوت‌های خطرناکی که در غرب است. میگه یکی از قوت‌های بزرگ قوی کسی است که میدیا به دستش باشه. یعنی میگه یک مملکت است 1000 طیاره جنگی داره. میگه از 1000 طیاره جنگی کده یک تلویزیون کار خطرناک میکنه. حالا مثلا بسته قوای ناتو نمیتونه یک آدم بی غیرت بسازه. او که سر یک خواهر یا کسی یا مادر کس حمله بکنه یعنوز غیرتی میشه میخیزه مقابلش استاد میشه. لکن یک دونه سریال که آورد باز بیادرکش استاد است خارج دیگه قرار اونجا دیگه میرقصه در هتل دیگه باز بیادرشان دیگه میگه من امیتاب بچه‌نوار هستم دیگه بروس لیستم دیگه تو خوبم اندامکشام خوب دیگه اندر تیکر برس خونه خور اندر تیکرام پیشش میرقصه بازی اندر تیکر افغانی ها هیچ غیرت میرتش چی شده؟ چی غیرتش برد؟ 4 دانه قشتی کج پیش خانم خواست قشتی کج چالان میکنه. باز خانمش یک نفر پیش خانم خود قشتی کج زیاد چالان کرده بود. دیگه روز خانم شریزه کرده بود بین ما و شما باشه کس خبر نشه. خب خانمش رفته بود در محکمه که من از ایشون طلاق میگیرم. باز رو گفته بودن که برو طب عدلی آورده بودن. در طب عدلی گفته که همشیره جان ما شوهرت رو معاینه کردیم هیچ مشکل نداره ماشاءالله اولاد دارین زندگی دارین. بازو برش گفته بود که والا نه مشکل ما به خاطر از این است که من هر شب فیلم اکسل میکنم سانس مردای قوی شیما گنجشکا کار برمی‌دارم من چی ضرورت دارم که به گنجشک صاحب از پیش گنجشک طلاق خدا گرفت. گنجشک آمده چطور است؟ من گفتم که وقتی که آدم گنجشک بود برای خانم خود باید تو بودنه رو نشان میدی تو رفتی براش شترمرغ نشان دادی شو کته چاق دید از بی غیرتی ازی نیام بی غیرتی است که یک نفر پیش روی خانم خود مردای برهنه را فیلمش چالان میکنه و او خانمش سیل میکنه. نه باز در قانون هم یک دونه قانون برآمده باز او میگه که کس خانم خود پیشانی خود ترش کرد 2 ماه حبس داره. چقدر حبس داره؟ مثلا یک نفر در خانه خود رفت خانمش اندر تیکر را سیل داره. باز یک قانون از بنام قانون چی؟ من خشونت علیه زنان. بازو را چی میکنه؟ باز میگن 2 ماه بندی میشه. تو چرا سن خانمت پیشانی تو ترش کردی خشونت کردی پیشانی توشی چی است؟ یعنی غیرت خشونت است. فهمیدی؟ بی غیرتی وسطیت است. آدم خشونت آدم بسیار خوب است روشن فکر است. روشن فکر یعنی کسی است که زوجه یک بلس دامن خانم خود دادیم قیچی کرده بره. اگر میخوای خوب روشن فکر شوی یک بلس باز که اگر میخوای خوب دبل روشن فکر شوی باز میگه 2 بلس قیچی کو باز بتوانستی. اینال در افعال الله متعال شفا دهنده کی است؟ الله هست. وقتی که شفا دهنده الله هست هیچ کسی نمیتونه برای کسی شفا بده. از همین خاطر افغانستان کل اصطلاحاتش بسیارش غلط است. تو آدم کزنگاه ادبیات سعی کنه ما و شما بسیار ادیبای خوبش نداریم. مثلا هاسپیتال ایرانی ها میگن درمانگاه یعنی جایی که انسان درمان میشه. اینجا میگه شفاخانه. دروغ میگن.
من یک دکتر رو گفتم دکتر صاحب شما چقدر دروغ زیاد میگید. در سر کل دفترتان نوشته که شفاخانه در میابرش هست مرده خانه. هست نیست. خیلی چرا اینجا شفاخانه نوشته که اینجا مرده خانه نوشته کردیم؟ بازو دکتر یک ذره آدم خوب بود، بازو گفت استاد ما به خاطر از این نوشته کردیم که مردم بفهمن که شفا به دست ما نیست. ما دوا میتیم، شفا کار الله هست. اگر با اینمی دوای ما الله تاثیر انداخت و جور شد از اینی دروازه خارجش میکنیم، اگر نشد مرده خانه خطا اونجا برش جور شده گیست. از این خاطر دکترها که هست عملیات هم که میکنن باز پرسان میکنن، میگن اجازه میدی پدرت عملیات کنم؟ یعنی چی معنایش این است که اگر پدرت من عملیات میکنم، اگر جور شد شفا الله دادش، من خود عملیات خودم میکنم، باز اگر مرد من ضامنش نیستم، چون من مسئولیت شفایش ندارم. شفا دهنده کی است؟ دوا در عالم اسباب انسان چی میکنه؟ میگیره در عالم اسباب، اما بدون از این، بدون حکم الله اونمو جور نمیشه، اونمو دوای خوب هم بر از اون تاثیر نمیکنه. خب زنده کننده کی هست؟ الله هست. یحیی و یمیت. کی زنده میکنه؟ الله. کی میمیرانه؟ همین ملک الموت هم نمیتونه بدون حکم الله روحی یک کس را قبض کنه. وقتی که برش حکم میاد که ملک الموت برو روح فلانی نفر را قبض کن، چه قسم قبض کنم؟ الله متعال به سلیمان علیه السلام چقدر عزت داد، چقدر وقار همه چیز. سلیمان علیه ات دعا کرد، بسیار دعای لوکس. گفت یا الله برای ما ات یک حکومت بده که نه پیش از ما کس داشته باشه نه بعد از ما داشته باشه. الله متعال متبرش یک حکومت داد. اما وقت مرگش که رسید بر ملک الموت گفت سلیمان نمانی که بشینه. متوجه هستین؟ گفت اونم قسم که هم استاده هست، اینه میخواستم روحش را قبض کن. پس ملک الموت هم بدون حکم الله روح کسی را گرفته نمیتونه. عقیده خوب نیست که انسان مسلمان، ما همیشه که درس عقیده میدیم به خاطر ازی که ما و شما رابطه خود با کی مستحکم بسازیم؟ با الله. وقتی که با الله بودی، والله الله متعال در بین آتش، ما و شما خود فکر میکنیم که والله آتش حکم قبول نمیکنه، لکن اینمی آتش هم بدون حکم الله کس را سوختانده نمیتونه. ابراهیم علیه السلام وقتی که در آتش انداختن، قلنا، الله میگه قلنا. چرا نا میگه؟ نا جمع است. نا به خاطر اینکه در جایی که الله متعال عزت و عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع استعمال میکنه. در جایی که باز توحید بیان میکنه ضمیر مفرد، مثلا قل هو الله احد الله الصمد. اما در جایی که باز از الله قوت و عظمت خود بیان میکنه، باز بر خود ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع را. قلنا، الله میگه ما با قوت و قدرت و جبروت و عظمت خود بر این آتش گفتیم که چی آتش هست؟ تو آتش اکای خورد پرد نیست. میگه تو آتش است که مثل همی غازی استادیوم واره هر مشرک به اندازه اخلاص خود چوب آورده بود. باور کنید. این میگه خالگه که میدیدی یعنی قدر خاره گرفته بود. تو چی میگی؟ الله دشمن بتای ماره، دشمن بتای ماره. چی که امروز در میتن موم یک خلطه برش می چیز آورده، کمر خدا محکم گرفته، کمر در. یا که مثلا چاق است، کٹ است، و خو موتر بست و مثلا خربست و اسب پر کده و شتر بر کده آورده به اندازه چوب آوردن که دیگه امروز ابراهیم علیه السلام دیگه اینمو تو یک تکه دمی یک بل حتی میگن انداختن نمیتونستن از است که آتش زیاد بود. از 10 متری 15 متری از این میگه یک منجنیق جور کردن، باز اینجا ابراهیم علیه السلام چی کردن؟ باش کن منجنیق ما خطا خورد. متوجه هستین؟ شما جوز کنید. منجنیق جور کردن ابراهیم علیه السلام توسط چیز این قسمی انداختن که پرتن در بین آتش. در این قسمت ملائکه میاد پیش ابراهیم علیه السلام برش میگه یا ابراهیم به مدد ضرورت داری؟ که مدده. ابراهیم علیه السلام چون عقیده بسیار قوی داره برش گفت به مدد ضرورت دارم، لکن به مدد تو ملائکه ضرورت. ملائکه که 600 دانه بال داره، ملائکه که اگر مثلا یک پف کنه شاید اینمی به کل آتش چی کنه، لکن ابراهیم مثلا بله به مدد ضرورت داره، لکن به مدد تو. اول مسلمان وقتی که مشکل پیدا کنه باید چی مدد بگه؟ یا الله مدد بگه. نه ما و شما چی میگیم؟
خیر بیاین گفتین دیگه اینا این حالا هر چیز گفته میری باز روز قیامت که دلت هست که جنت میری. ابراهیم علیه السلام میگه که این ملت من است، باز میگه من ملت ابراهیم علیه السلام، ملت ابراهیم علیه السلام. الله متعال میگه و قلنا یا نار، الله میگه ما با عظمت و قوت خود به آتش گفتیم که یا آتش کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، بر ابراهیم سرد شو و سردم سرد و سلاما هم گفتن. مفسرین کرام میگه چرا سلاما گفته شد؟ هیچی حکمت داشت. میگه اگر الله متعال برای آتش میگفت که سرد شو، آنقدر سرد میشد که ابراهیم علیه السلام در داخل آتش از سردی 200 درجه تحت صفر میشد، ابراهیم علیه السلام فوت میکرد. گفتنی تو سرد شو که چی باشه؟ سلامت نگه دارنده، کونی بردن و سلام علی ابراهیم. متوجه هستید؟ پس ابراهیم علیه السلام میگه من کس را شفا داده نمیتونم. جان چی نه؟ کاش که بتونی. یعنی میشه فقط خلاص میکن دو سه دیگه. تقدیر کننده کی هست؟ الله هست. یفعل الله هست. یقدر اللیل، شب روز کی تقدیر میکنه؟ الله میکنه. تعیین کننده قوانین کی هست؟ ارزش‌ها را کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه که اینی حق است، اینی باطل است، اینی حرام است، اینی حلال است. حتی پیغمبر بدون وحی الهی حلال و حرام کردن نمیتونه. یک وقت پیغمبر سم گفت که من می عسل نمیخورم. الله متعال برش گفت که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی که الله بر تو حلال کرده بر تو حرام میکنی؟ یعنی حق نداری. باید اونم چیزی که الله بر تو حلال کرده اونم را ولو که خانمایت خوشم نداره تو عسل بخوری، تو باید اونم عسل بخوری تا که امتت فکر نکنن که حرام است. و یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، بر پیغمبر میگه پیغمبر ما بر دیگرها 4 زن گفتیم، بر تو حتی 11 تا نبود یا 13 تا. الله میگه ما بر تو حلال کردیم، اما بعد از این دیگه تبدیلش کردن نمیتونی، گرفتن نمیتونی. پس تعیین کننده قوانین، تعیین کننده شریعت، تعیین کننده حق و باطل کی هست؟ حالا بسیاری کسا میگن حقوق بشر کی تعیین میکنه؟ مؤسسه حقوق بشر. یعنی چند نفر انسان میشینه باز میگه اینی حق است، اینی باطل است. میگه یگان تاش کتما میگه خود چی از حق؟ چی هست حق؟ والا حق است که چی هستن؟ یک روز که شما خود چی حق است؟ میگه من I'm vegetarian، من ویژیتریان هستم. ویژیتریان چیست؟ گفت ویژیتریان کسی است که ویژیتیبل میخوره، سبزیجات میخوره. خب خیلی شما چی میکنین؟ ما والا سبزیجات میخورم. این خلاصش میکنم فقط امی سبزیجات میخورم. گفتیم سبزیجات مثلا چرا سبزیجات میخورن؟ نه ولی حیوانات بیچاره گناه داره. چرا گوسفند بکشی بخوری یا گاو چرا بخوری و چرا بخوری؟ چرا همین چی از سبزیجات هم؟ من گفتم مال سبزیجات هم از نگاه ساینس گفتم استاد ساینس هم از من گفتم در ساینس همین سبزیجات هم حیوانات زنده هستن یعنی میگه سبزیجات مثل حیوانات دیگه و حیوانات زنده هستن منتها یا معلول هستن گشتن نمیتونن سبزیجات او حیوانات دیگه گشته میتونن این چیغ زدن نمیتونه و دیگه حیوانات چیغ زدن میتونه اما قصد بیچاره زبان نداره و گشتن نمیتونه اما احساس درد و احساس کلی چیز هم داره. گفتم خیلی ویژیتیبل هم خواهی کارا داره اینو چرا میخورین؟ گفتم سنگ بخو خاک بخو گل بخو آخر بیچاره اینول مونده آره من چه دیگه او دکتراش که در فلسفه گرفته بود بیشتر گاد بد شد چی بدون من گفتم خیلی ببخشین یک سوال دیگه شما باغوش دارین از این بودک به نام گوپال سنگ شما باغوش دارین خودم مستقیما من نگفتم میشه من شاگردام یاد دادم چند تا معلمین زراعت یاد دادم باز این بچه‌ها که اگان گپ یاد داری باز استاد تا که ندوانه و اومدم برای من دلایل از رو گفتن من گفتم این دو سه دلیل برش بگین باز ببین سوا چی میکنه
با که رفتن بهش گفتن خود استاد خیلی چی است مثلا شما باغ وحش داری نه در باغ وحش مثلا شیر است پلنگ است آوری چی میتین ویژیتیبل میتین ترکاری و ترا برشان پخته میگن گفتن نه برای زاخ مجبور هستیم حیوانات رو بدیم گفتیم خب حالا برای سگ گوشت میدی برای پشنگ گوشت میدی برای شیر گوشت میدی برای پلنگ گوشت میدی به من آدم بیچاره گوشت نمیدی حال تو خاص حیوانات هم که مردم ضعیف ساختی یا برای کلگی نمون کلگی رو تغییر بده اینا یا نمیتونن حاکمیت تکوینی الله را تغییر بدن چرا تعیین کننده ارزش ها و قوانین کی است الله هست و نفع و ضرر هم از جانب کی است از جانب الله هست دیگه درس ان شاء الله به هفته آینده میخوانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته